در پشاور در شمال و غرب پاکستان قبیله‌نشین‌ها علیه عملیات مقامات منطقه قبیله‌نشین خیبر بالای منزل‌های آنها اعتراض کردند. اعتراضگران تا منزل والی منطقه راهپیمایی کرده سپس به طور آسایشته پراکنده شدند. نیروهای امنیتی پاکستان در سرزمین‌های قبیله‌نشین معرکه گسترده نظامی را علیه جنگیان طالبان به راه انداختند. همچنین در پشاور مذاکرات به خاطر حل بحران سیاسی که در پی ادعاها درباره تقلب در انتخابات روز 3 می مجلس‌های محلی پیش آمده است دایر شد. رهبران سیاسی در مورد یک تحقیقات حقوقی توافق کردند، ولی احزاب عمده مخالفین این نشست را بایکوت کرده گفتند کارشکنی سیاسی که به روز 10 ایون تعیین شده است برگزار خواهد شد. فعالان با نقاب‌های آهوی سیگک در رویشان در شهر اورالسک در غرب قزاقستان در رابطه با مرگ سراسری این نوع آهو اعتراض کردند. در چند هفته اخیر تقریباً 130,000 سر آهوی سیگک یعنی تقریباً نصف سرشمار آنها به طور مرموز هلاک شدند. حامیان محیط زیست طلب دارند تا ادعاها درباره ارتباط بین مرگ سراسری سیگک‌ها با پروازهای ناکام موشک‌های روسی پروتون ام از پایگاه کیهانی بیکانور تحقیق شود. در جمهوری تاتارستان روسیه یک مرکز نوی فناوری‌های اطلاعاتی رسما باز شد. مرکز نوی واقع در تقریباً 40 کیلومتری قزان پایتخت تاتارستان روی علوم برنامه‌سازی، امنیت کیبرنتیکی و روبوتوتکنیکا تمرکز خواهد کرد. با شرکت‌های فناوری در عوض فعالیت در این مرکز 5 سال از انداز امتیاز داده می شود. روسیه در امر جلب استعدادها و سرمایه با مجتمع پرایده‌های تکنولوژیش در سکولکووا منطقه در نزدیکی مسکو مشکل داشت. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون گفت 2.5 میلیارد از اهالی سیاره با آب پاک دسترسی پورا ندارند. او در انجمن آب برای حیات حرف زد. این انجمن 10 ساله عمل را که سازمان ملل به خاطر تامین خوبتر اهالی با آب پاک آشامیدنی در سال 2005 اعلام کرده بود جمع بس می‌کند. بازدید از تاجیکستان نقطه اول سلسله سفر بان کی مون به همه 5 کشور آسیای مرکزی است.